امیدوارم با تدوین مقرراتی مناسب، محدودیتی برای تجارت اسلحه و همچنین برای شفاف نمودن اون در وهله اول برقرار بشه و بعد وقتی که اوضاع در جهان کمی آرامتر شد، اساساً تجارت اسلحه بایستی ممنوع بشه. ابزاری که فقط به درد کشتن میخوره او رو به دور بیاندازیم و به جاش به تحصیلات بودجه کنیم. الان میبینیم که بودجه تحصیلات و بودجه بهداشت معمولا در بسیاری از کشورها روز به روز داره کمتر میشه و بودجه های نظامی رو اضافه میکنن. این ما رو به پرتگاه میبره. هرچی بیشتر بودجه نظامی رو کم کنید، تجارت اسلحه شفاف و در مراحل بعدی به نظر من باید ممنوع بشه. Thank you very much. Thank you.